این آقایی که اینجا میبینید استاد اوکراینی شطرنج واسیل ایوانچوک هستش. مسابقه‌ای هم که اینا تو شرکت کردن رو بهش میگیم اصطلاحاً بلیتز چس یا سپید چس. دفینیشن انگلیسیش میشه همچین چیزی. Each player has a limited amount of time to make his move. دلیل این گریه‌ای که اینجا داره میکنه اینه که بازی برده رو میبازه به خاطر اینکه وقت کم میاره. جدا از اینکه صحنه خیلی ناراحت کننده ایه، وقتی که من این ویدیو رو داشتم تماشا میکردم با خودم فکر میکردم و یه تعدادی اصطلاح انگلیسی میومد توی ذهنم. مثلا time is of the essence. وقتی میخوایم بگیم زمان خیلی مهمه و عجله کن دست به جنبو میگیم time is of the essence. یا مثلا every second counts. من این فعل count رو خیلی دوست دارم. معنی اولیش میشه شمردن، اما اینجا به معنی مهم بودنه، به معنی اهمیت داشتنه. وقتی میگیم every second counts یعنی هر ثانیه مهمه و ارزش داره. و فکر کنم یکی از اصطلاحات خیلی مرتبطم با این صحنه‌ای که الان دیدیم اینه he's wearing his heart on his sleeve. کسی که احساساتش رو خیلی راحت بروز میده و اونها رو پنهان نمیکنه. برای توصیفش از این اصطلاح استفاده میکنیم. یه تعدادی مثال رو توی کپشن براتون مینویسم. تاریخچه این سومی هم خیلی جالبه. Wear your heart on your sleeve. این رو هم توی کپشن مینویسم. حتما مطالعه بکنید. And let me know what you guys think.